از آدم ها 50,000 لیره گرفتی. من از کسی چیزی نگرفتم. پس مبلغی در صورت حساب بوده چیست؟ عکس هایی در روزنامه نشر شده چیست؟ نجیب اعتراف کن، ما را هم خسته نکن. همه خطا میکند، در اینجا یگان چیز نافهمو نیست. همش رو یک به یک نقل کن، همش به مثل روز روشن است. مرا گوش کنید آقای سوها. شما میدانید که من پول نگرفتم. شما خودتان خوب میدانید که من بی حیا و پاره‌خور نیستم. شما همان روز همانجا بودید. آنجا بودم؟ نجیب، هرچند خود را سفید کردنی شوی هم امکان خلاصی نداری. شما با من زنگ زدید، شما دعوتم کردید. ثبتای تلفنی البته هست، اما آنیق است که کامیراها کار نمیکردن همان روز. ثبت تلفن گفتی؟ کفت کام کردم. افسوس که ثبت نیفتم. نجیب چخیری که گفتید از مسئولان ثبت های کامیراها را طلب کردیم. همان روز ویران بودند، حتی اوجت های تعمیرگر را پیشنهاد کردند. چه سیر است کامیراهایی که 365 روز ثبت میکنند همان روز ویران شدند. قایل شو برادر، بهانه جستن دیگر فایده ندارد. تا امروز با همه درس وجدان میدادی، همه‌اش افسانه بوده است. معلوم شد، در آخر معلوم شد که چگونه آدم بوده ای. مشکل نه آقای سوها که چگونه آدم بودنش به قریبی آشکار می شود. اگر بینی باوری کس نمی آید. 50,000 لیره. من اینقدر پول را هیچگاه ندیدم. اوچه اکنون با دادم چی می شود؟ الپرین سخنهای بیهوده نگو. معلوم است که یگان خطاگی شده است. خواطر نشاشر بچه. دادت حاضر می آید. با سوالهایشان جواب می دهد و می براید. البته یگان جای ترس نیست. بچه ها گوش کنید. نجیب سردار ناگهان دستش رو برید. یگان چیزی یابید تو ببندید. دستش را برید است یا یگان کاری بد شده است. هیچ کاری بد نشده است. آرام شو. نجیب. دادا جون شما رو یاد کرده. شما رو سخت یاد کرده. شو پرو نکنید، همه‌اش خوب می شود. شو چی گپ است؟ حاضر وقتی بازپرسی است. اینجا را به باغچه بچگان تبدیل دادید. کنی بیرون، زود. گوش کنید آقای سوها. 1 ساعت است بیرون از وظیفتون، هرچی که دلتان خواست با من گفتید. هم رهبر هستید و هم در سن و سال از من خیلی کلان هستید. احترامتان کردم، اما دانستمونید که اگر با عائله‌ام یگان ضرر رسد، نه پروکورور میگویم نه رهبر میگویم، دستتون را از بیخش میکنم. نجیب آرام باش. هنر خانم کودک ها را گرفته به بیرون برایید. دادا التماس بچه ها. دادا مرحمت سردارم. تشکر حاکم. شاهد هم در راه است. حاضر نجیب سیاه را از سفید جدا میکنیم. هیچ چیز معلوم نیست آقای پروکورور. خداوند حق کار را میداند. برایم همین بسنده است. باقی همه بیهوده. درست است که به نجیب گیر مزدی راه دید گذارم. برای چه؟ راه دید گذارم. خواهش میکنم راه دید. ماند گذاریم. رفیقان موکلم در اندیشه خفی جانش است.
التماس کنه یک دیگر فهمی کنیم شما هم ما را فهمید مبادا اینجا به سری موکل با خدا خودی خداش در روز نما عکسش رو دیدم را با در خبر ده میروم خبر میدی اپا گیرید برای درد سر خوب است تشکر به خدا که سرم میکفت. این بازپرسی کی تمام میشود که ما رویم؟ الپرین کو خوراکت را خور شیر بچه؟ اکا اگه دیلم چیزی نمیخواهد. میدانم برای آنکه امروز به مکتب نرفته دلت چیزی نمیخواهد. акайгит шумо ҳам одамашро ёфтед ӯ аз мактаб нарафтанаш хурсанд аст. دادامرو بازپرسی دارند. فکری مکتب ندارند. در این اول کی فکری مکتب را میکند؟ آفرین شیر بچه آفرین. تو فکر مکتب را نکنی معلم فکری تو را میکند. بعد میبینی که احوالت چی میشود. سرکمیسر آن بشرفه که ادعا دارد رشوه دادم آمد چونان کنم که پولهایشون از دهان و بینیشون زده برایت رفتیم. های با کجا میشی تو بدن؟ آهسته یک لحظه. برادر اینجا خودش چی گفت؟ رادیت گذاریم. ما با شما دیگر راه را نشان میدیم راهی بیمارخانه را منفرش و تازه است. برادر چی گفتن میخواهید؟ شما راضنید مگر؟ از ما راهزن نمیبرد. لیکن اگر شما ما را به این وادار کنید ما هم راهزنی میکنیم. فهماست؟ من نگیدا دوستم میمدا چه راضی نیسته؟ خدایا خداوندان مگر من به سردارت گفتم که رشوه گیر توبه کردم؟ و من گوش کنه قلاب در داخل کارمند دولتی است که روزش با معاش میگذرد. 2 فرزند دارد. باری هم دست به کار حرام نزده است. رنج و زحمتهایش را در راه حقیقت تنها خدا میداند. اگر با بازار برای خریدن چیزی رود دیلش نمیشود که از ماشین خدمتی استفاده کند. نخواد که وای با پول حرام شما دست دراز کند. ما مگر باور میکنیم؟ یک طرف استک گذاریم. در بیرون چی گپ است؟ این چی غواست؟ حاضر میبینم. راهزنها جمع شدند. با بیمارخانه و قرآنشون رو داده. گوش کن گید چی گپ شد؟ یکون گپ نشده است جناب مدیر. فقط ما خواستیم به این جنابان راه نشان دهیم. اگر یگان کاری غیر قانونی کنید دانسته مانید که از گریبانتان میگیرم. جواب این کارهای کردهتان را میدهید. برای تهدیدهای کردهتان میدانم با شما چی کار کنم. به شاهد حمله کردند آقای مدیر. چه حمله؟ محترم مدیر اگر ما حمله میکردیم فیغان این جنابان به فلک میپیچید. مرحمت آقای جیهون. خزت آقای جیهون. بیانات می نویسیم و برآمده می رویم. همه اتون را میفهمم. در غضبی من هم میدانم که نجیب فرزند حقیقی وطن است و گرسنه میگردد و حرام نمیخورد. به این نمود کارها اصل و راه نمیدهد. شما بر خودتان حاکم باشید. تا قانون نبرارد همه کارها بیهوده است. محترم مدیر شما هم میدونید که همه کارها تحریزی شده است. البته میدانم. این یکو مراتبه نیست که به سرمان میآید. نه. از این خاطر آرامی و احترام را گم نکنید. فراموش نکنید که رفتار حق و ناحق را جدا میکند. فهمیدید؟ فهمیدیم مدیر. آفرین به تو الپرین. شعرانه رفتار کردی. بسیار اسلوب زیبایی بود. خوب کردم سازویش امی. مرحمت آقای جیهون. آقای جیهون سخن را دور و دراز نکرده سریع مقصد آیم. اینک روبرویتان نجیب یلمز از شما رشوه طلب کرد؟ بله طلب کرد و من هم دادم. تهمت احمق بی‌ناموس. نجیب التماس آرام باش. مطمئنید؟
البته در طرفخانه وا خوردم از یاد کردیم از من 50,000 لیره گرفت. بسیار خوب. شما بیانات را نوشته می توانید روید. تا روز مرافعه دور نروید. تشکر به شما. تو را باشد نجیب موافق قانون به دادگاه میکشیم. این چه جای سراسیمگی است آقای سوهر؟ اینجا سرداری امنیت نشسته است و چه کاری که بر ضدش معلومات جمع کرده شد برای حمایه‌اش نیز دلیل باید جمع کرد. آخر و به هیچ کجا نمیگریزد. آقای ادوکات، من هم فکر شما شده نمیتوانم. دلیل ها کفایند. بهترش عدالت را به جا آوردن است. این پرونده رو من برده ایستادم، مانید به انجام رسانم. التماس کار را دشوار نکنید. شما هم در این بازی دست دارید. آقای سوها، وقت شاید به این همه جواب خواهید گفت. тамошобинони муҳтарам, сардор наҷиб ёлмаз ки бо поквиҷдонӣ машҳур аст, имрӯз ба додгоҳ кашида мешавад. ҳарчанд ҳамкоронаш иддао мекунанд ки ин ҳама бар қасдона ва тӯҳмат аст, лекин аксҳои намоиш додашуда дигар маъниро ифода мекунанд. наҷиб ёлмаз дар ҳақиқат дар ҳолати хеле вазнин аст. اگر نجیب راه یافته خلاص شود هم از این دو خلاص نمی شود، دائما تحت شبهه قرار بگیرد. تغییر شکل با نجیب میزیبد. سردارم، با شما خبری بد آوردم. ما چنین قدم های خوب میگذاریم، اما دوستای در درون بوده متاسفانه معلومات داده کارهایمان را برباد میدهند. بله، افسوس که احوال چنین شد. میگویند که مادامی که ما ساختیم شما هم سوزید. با حکومت و دولت معلومات میدهند. سردارم، مسئله تبادلات به میان آمده است. اصلش را نابود کردیم، اما نسخه‌اش هست میگویند. از کامپیوتر ثبت شده است، از اصل فرقی ندارد. وضعیت بد است. اگر صرف فاش شود در حقیقت احوال بدتر خواهد شد. همین قطر کافت کاپ کردیم اما تا حال نمیدانیم که در دستی کیست. شاید از بینمان کسی ما را میفروشد. تنها این نه، صحبت هایی که با دوست ها محرمانه انجام دادیم ثبت کرده در شبکه اینترنت ارسال دارند. من 50 سال در تقدیر این دیار نقش بازیدم. یک وقتها وزیرها و حتی سروزیرها به اجازت ما قدم نمیموندند، اما حاضر دور دیگر است. شخصی باوریناک هم رفتارهای عجیب میکند. این مسئله چنین نیست ویپی. در بینمان بعضی ها برای رسیدن به هدفهایمان حیاتشان را میدهند. بعضی ها برای به مقصد خود رسیدن با ما همراه میشوند. توازن قوت دیگر شد، همه را میپرشند و دیگر جا میگذارند. فکر کن، در مدت کوتاه و با آسانی به رئیس جمهور و راهبران حزب ها رسیدم. در مسئله های حکومتی در جای های لازمه سخنرانی کردم. صحبت های محرمانه که با دوستهایمان کرده بودیم نجیب با رفیقانش ثبت کرده به اینترنت میداده باشد. هیچ امکان ندارد که آنها به مکان ما درآیند. این ثبت ها را تنها شخصانی کرده میتوانند که همراه مایند. در طول 50 سال در این دولت بسیار چیزها را دیدم. من با تمام وجودم احساس میکنم که به من خیانت میکنند، اما همه باید دانند که صاحب اساسی این کشور مایم و این کشور را به دست نارسید جندکش دادنی نیستم. پی به امانت 100 ساله های اجدادی خیانت نمیکنم. ترکیه را به ترک ها تسلیم نمیکنم. قرار قبول شد. шубҳанок наҷиб йилмаз барои гирифтани ришва ва сӯистифода аз вазифа айбдор дониста шуда ба ҳабсхона интиқол дода мешавад. 10 апрели соли 2009 рӯзи ҷумъа соати 10. 10 اپریل روز عید پالیس نجیب. این عید برایت روزی ماتم می شود.
şey önce yüce vatan içindedir. Yüreğimizle sevdik, bileğimizle yendik. Gücümüzü haktan aldık, kor ateşlerle yandık. Haydar diridah dar diridah dar. Haydar diridah dar diridah dar. Haydar diridah dar diridah dar. тамошобинони муҳтарам, каме пештар Наҷиб Ёлмазро барои бозпурсии такроран ба додгоҳ бурданд. аҳли оила ва дӯстон ҳама дар ҳамин ҷоянд. баъди чанд лаҳзае бо пахши наворҳои тоза барномаамонро идома медиҳем. зудтар зудтар камераро ба инҷо биёр, зудтар. دادا مرو نپرتاد التماس. ҷамне духтарам, хавотир масон. виҷдонам пок аст. худо медонад ки гунаҳгор нестам. ҳоким ҳам аз рӯи далелҳои пешниҳодшуда қарор кард. чӣ кор кунем? тақдир гуфта сабр мекунем. рӯзҳои дароз хона наомадӣ, тобистону зимистон нагуфтӣ, давидӣ. наҷиб, мукофоташ ҳамин аст магар худоё. зана, чунин суханҳо мекунем. даводав кардем, шабу рӯз нагуфта кор кардем. ҳар чӣ кунем? корат дуруст бошад, бадхоҳонат ҳам зиёд мешудааст. онҳо домҳои зиёд доранд. дар якаш нафтӣ, дар дигараш меафтӣ. дар домашон афтидем. бо хости худо бо рӯи сурх мебароем. шумо худро ба даст гиред, то ки ман дар дарун худамро нороҳат ҳис накунам. сардорам, ғам нахӯред. иншоалло шуморо мебарорем ва рӯзи онҳоеро ки ба сари шумо ин тӯҳматро бор карданд сиёҳ мекунем. دادا نروه. ҳама кори аз дастамон омадаро мекунем, сардорам. ором бошед бачаҳо. худо моро имтиҳон мекунад ки оё дар кори мо содиқ ҳастем ё ин ки не. ман он фиребгарро ёфта бар сараш сатили ахлотро чапа мекунам. савган мехӯрам, сардорам. наҷиб, агар озод нашавӣ, онҳо бар зиддатгайҳо нақша кашида буданд. дар барат ду фарзанди ҷасур дорӣ. онҳо болу парат ҳастанд. ман ҳам ғам намехӯрам. мутмаин бошед, сардорам. мо ҳам фарзандонатонем, сардорам. наҷиб, ин тавр нагӯй, илтимос. набаромаданам ҳам мумкин. ба ҳама чиз омода бояд буд. шояд чунин гуфтан лозим набошад. аз шумо танҳо як хоҳиш дорам. ба номусу шарафамон дог маёред, бас аст. чӣ шарту шароите набошад ва чӣ ки нагӯям пеши касе сархам накунед. дар муқобили номардон ҳама вақт сар боло кунед. ҳозир мехоҳам ки ҳаматон сарбаланд бошад, то ки душманонро шод нагардонад. илтимос, сардорам. ғами шумо бароямон мисли кӯҳ гарон аст. дар набудани ман модару апаат ба ту амонат фаҳмидӣ? акнун марди хона ту ҳаст. خاطر نشوید دادا. در نبودن شما اوچه و اپام رو خفا نمیکنم. آنها با تو امانتند. ما شو بیر اینجا از هم دیگر جدا نکن. رو بخشید، باید رویم. مالش میرویم. و شما گفتم که گریه نکنید. دادایی خل نگوید. میتوانیم جشن گیریم. از بالای نجیب خلاص شدیم. باید میدانست که با کی سر و کار دارد. فکر میکنم که در محبس عقلش میدراید. سردار دادا سردار میدونم که بیگناهید. کار با همین تمام نمیشود. آبروی مرکز را نرزانید.
آنچه که به سرمان آمد مایوستان نسازد. همون میآییم و میرویم. مهم اجرای وظیفه. یک نجیب میرود به جایش 1000 نجیب میآید. در پناه خدا باشید. خدا پناه شما هم به خدا. پناه شما هم به خدا سردارم. بیا کجایی؟ من کاری عاجل دارم. اگر جیهون را به جایش نشینانم از این دنیا آرمانی می روم. 10 سال پیش به عراق شمالی رفته بودم برای وظیفه. هر روزی خدا ماده های ترکنده می کفد. جنگ ها، سویقست ها، زمین پر از پیران سالان، زنان و کودک ها بودند به مثل وحشی. از ذوق زیاد با پاده گوسفند حمله کرده است. این عمل را نفرانی میکردند که از این اعمال خوششان میآیند. دائما خود به خود سوال میدادم این ظالمان کیها باشند؟ من هم با تو هم فکرم. یک روز در کوچه با نفری روبرو شدم از قشلاق ترکمن ها. چنان ترسیده بود که گریسته نمیتوانست. دیدم که کمی دورتر کودک هایش رو اشاره میکرد که پر از خون بودند. چیزی فهماندن میخواست. از من کمک میطلبید. او را گرفتم و با ماشینم پنهان کردم و از آنجا دور شدم. بعد یک چند کیلومتر ماشینم را منع کردند. کفت و کاف کردند. او را یافتند و تیربارانش کردند. من هم 1 ماه در آنجا زندانی شدم. این افسانه ها برای کودکان شبق‌آور است. میدانی که وقت خوش کنی پاسبانان زندان چی بود؟ بحث میکردند که کی با یک مشت قبرغه زیادتر شکسته میتواند. یعنی حیات حبسخانه را خیلی خوب میدانم. پس از حال نجیب سردار آگاهی داری؟ همه وقت از همه چیز خبر دارم. میدانی که بومها ساعتهای زیاد در درخت بیکار نشسته چی را انتظار میشوند؟ گوش میکنند دیگید. آوازهای پایها را که هزارها کیلومتر دورند. همه حیوانها گوش دارند، اما نه همه اشان همه چیز را میشنوند. میفهمی؟ میفهمم، ولی به من جیهون لازم است. پرونده در زیر ماشین است. حاضر از جای میخیزم و تو را نمیبینم. دستایت را بردار کشو دستایت را. جواد آهسته‌تر. نجیب سردار امنیت بود، مثل تروریستان معامله کرده ایستاده‌ای. به من چی برادر؟ بگذار سروزیر باشد. مادامی که اینجا افتید قاعده ها را رعایت کند. با کسی امتیاز نیست. پلیس پولمانک، کلید مانک. سردارم ببخشید، کمی آدم یکرو است. بچه من هم پلیس شده بود سال گذشته. زنگ زده از شما پرسید. یگان خواهش شود فرمایید. تشکر برادر. یگان چیزی دیگر داری؟ نه. امضا کن.
با من بیا. خدا نگهبانتان سردار. салом асена. ғайр аз як ду суол дигар ҳамаашро парвандаи ҷайҳунро барояш додам. агар намедодам камбудӣ мешуд. парво накун. кор то он ҷо нарафта ҳал мекунам. майлаш. گورسل به این آدم جای تیار کنید. مایلش تیار میکنیم. خیر خدا نگهبانت. سلام علیکم. و علیکم السلام. از اینجا خلاص کند. سلام علیکم. بیا بیا اینجا خالی است. گرسلکه حاضر به اینجا کی آید که خرسند نشوی؟ انجلینا جولیا آید خرسند میشوم. اکا مسخره را یک طرف مانید، حاضر حیران میشوید. به این سو نگرید. کی را میبینم؟ این نجیب سردار. این روزها را هم میدیدیم و دستم افتاد. گمانم راست برآمد. اکا همین آدم ما رو به اینجا فرستاد. خودش گوش کن، دست نرسان وگرنه از اینجا میپرن. پروا مکنید اکا. تشکر به تو. شنیدم پلیس بوده ای. در روزنامه ها خواندم تو بر ضد سیاهکاران مبارزه برده ای. معلوم میشد که بسنده نبوده است. نگاه کن، ما در درون، آنها در بیرون. تو را خدا به من فرستاد. تشکر به شما. من خرسندم. من هم. تو رو نمیدانم. وقتی من هم خیلی خوش شد. باز واخوره میشود؟ البته میشود، البته. بیا امشب جای ما میرویم. این چه خیلی میشود؟ بسیار نغز میشود. شوهرت در سیاحت است. فرصت غنیمت است. مایلش. کار نمی کند. خدایا چرا کار نمی کند؟ این از کجا پیدا شد؟ کی رو مانده است؟ این چی خودش؟ یگان معشوقه دیگر داری؟ این چی بلو؟ چی گپ شد؟ جیهون بادی واسیل بیرون برا. التماس رفتیم. بیرون برا وقتی بازی فرا رسید. سیمها را کنده است. از کجا پیدا شد؟ پلیس را زنگ میزنم. دیونه ای چی؟ چخیر پلیس؟ از شوهری با من چی؟ سرده میگویم. آرام جنجال نکنه. من به هر
مسئولیتان ضرور دارم. چرا باید دروغ گویم پدر؟ اکای نجیب را شما دعوت کردید و حتی خودتان همانجا بودید. دخترم بسیار گپ نزن. التماس، نجیب برای نجات خودش مرا تهمت میکند. من اکای نجیب رو خیلی نقص میشناسم، به سخنانش باور میکنم. کاش که شما هم قدری به او مانند میشدید پدر. نباشد اثبات کند. مایلش آخر، لیکن دلیل کجاست؟ نیست. آخر در اونجا 30 کامera بود. این چه خیل می شود که یک و یک بار همش از کار می براید و محض در وقتی به اونجا رفتنی اکای نجیب. از برای خدا و پدر کی به این باور میکند؟ چی شما کودک را فریب میدهید؟ مایلش، پول را در صورت حسابش من وارد کردم. در جایهای پنهانی من به او وامی خوردم. تنها یک چیز رو به من فهمونید پدر. با کسانی که این دام رو برای اکای نجیب گذاشتن شما یگان علاقه دارید؟ دخترم آرام باش. البته نه. دروغ گویید پدر، دروغ گویید. شما دروغ گویید پدر. نخود شما به من دست برداشتید. شما من رو زدید. دخترم نخواست دادم. دست نرسانید. خطا کردم. مرا ببخش مرا. این را بدل نگیر. دست نرسانید. رانا دخترم نیست. رانا دخترم. رانا مثل کودک رفتار میکنی. رانا در رکشو گفتم. بخشش پرسیدم کو. رانا مرا عصبی نکن. رانا در رکشو گفتم. کنی بینم لباس های کلاستان رو کجا پنهان میکنید پدر؟ نباشد با تلفن صحبت کنید. تو هم خوب فکر کن و قرار ده. در رکشو در با دیگر میزنیم. اولا تلفنی صحبت کنید یا در رکشو. در اینجا خزینه هم بوده است. عجیب، پیشین رو ندیده بودم. اینجاست. این هم نه. یافتم. خودتان در را کشاده بیرون برایت. اگر من کشایم برایتان خوب نمی شود. حاضر تا 10 حساب می کنم. 10. در را کشو گفتم. فکر کشادن در را نکن. 3 گفت. بیا فرویم. 0. تبر دارد. در دستش تبر دارد. برو میکشد. التماس میکنم. از چی میخوای؟ ما هستم. یاری دیه. این آدم برو میکشد. یاری دیه. مردم بس بودن که آخر چی میخوای؟ بس التماس میکنم. بس. التماس میکنم آخر بس کن. التماس یاری دیه. التماس نکن. التماس چی میخوایی از من؟ چی مقصد داری؟ کارد را گیر. التماس. مقصد من بد نیست.
میخواهم که تو را در عذاب و شکنجه بینم. آه مظلومی را که به تهمت گرفتار کرده ای از بینیت برارم. خیز باز چی میخواهی احمق؟ یک بار مرد شو. خیز رعنا بیرون برا. مثل پدر و دختر گپ میزنیم. گوش کن، به تو گفتنی ها دارم. بیا برا اکنون. کنی بینیم این چی ثبت است. دخترم بیا. ایستا، طاقت کن. دندانهایت از تهمت گزیدن، کندن در کار، کندن. ایستا، طاقت کن، طاقت کن. اوه، صحت بوده است. پوسیدنی؟ به فکرم در وجود تو یگانه چیزی سالم دندانهایت بودند. تهمت هم همین گونه درد دارد. تا اقرار شدنت دندانهایت را یک تا میکنم. میفهمی؟ میکنم. در این کشور باید لطان خلقش را تو بدل کودکی مگر؟ الحال آنها بیا همراه قهوه می نشیم. بیا دخترم، بیا در رو کشو. اگر اینها را بیا دخترم، التماس. اگر نکشایی در رو میشکنم. رانا، شرمندگی نمیخوام. بخشش پرسیدم. اکنون کشو در رو. رانا، در رو کشایی التماس. رانا جان، خواهش میکنم. بیا در رو کشو صحبت کنیم. التماس. رانا جان، رانا، کارهایی که در گذشته انجام داده بودیم امروز پیش نظرم می آید و دلم تنگ جان. من زیرا که سالهای زیاد ما حکمران این ملت بیا بودیم. التماس نیست در رو کردیم و کشو. ترساندیم و سالها رانا جان، اکنون باید رانا کوشش کشو در رو. کنیم که التماس با آنها کشو در رو. تهمت کرده رانا، آرام گپ میزنیم. گپ میزنی. زیرا میخواهم که یک چند چیز رو شرح دهید پدر. حساب و کتاب پرسیدیم و از بالای دعوا شدیم. از حمایت کردن خود سر کرده از نقشه‌گذاری و کارهای استراتژیکی نیز محروم ماندیم. من هم فهمیدم که برنامه‌هایی که بعد از انتخابات به نقشه گذاشته بودیم آشکار شده است. حیران شدم. گوش کن، میخواهم همش رو به تو فهمانم. نقشه‌های مخفی ما نقشه گذاری کرده باشد. اگر در نقشه‌ها بودنی مرا فهمم این مرادی به فهم می‌گرد. منصبداران و سیاستمداران فکر می‌کنند که طاقت کن. مرا سرده. التماس، هر چی که خواهی میکنم. به دادگاه میروی. به تهمتت اقرار میشوی. فهمیدی؟ اقرار میشوی. مایلش هر چی که خواهی میگویم. در دستم ثبت ها هست. چگونه ثبت؟ بخوری ها را ثبت کرده بودم. آنجا همه چی هست آنجا. کجاست آن ثبت ها؟ پروا نکن، همه چیز آشکار می شود. بسیار خوب. نمیفهمم. مقصدتان رو نمیفهمم پدر. شما از این دولت و از این مردم چی میخواین؟ به شما چی بدی کردند آنها؟ دخترم گوش کن، این نواری دیدت را نادرست نفهم. ما این وطن را دوست می‌داریم. این چه خیل دوست داریست؟ شما وطن را همین خیل دوست می‌دارید. پنهانی به چشم مردم خاک می‌پاشید پدر. این انسان ها از چیزی خبر ندارند، همش بیچارند. آنها از خطر و از فریب خوردنشان خبری ندارند. نباشد چی؟ مگر آدمان با نقشه های جنایی شما از خطر ایمن بوده میتوانند؟ آنها را ترسانید زیر دست کردنید. با ترس مگر آبادی می شود پدر؟
به فکرم انگیزنده خطر شما هستید. شما هستید و مثل شما بر اینها. در درون و در بیرون دشمن‌هایمان زیادند. همه این را برای ملت میکنیم. هر کشوری احتیاج به دوستداران وطن و ملت دارد، وگرنه دشمن در 2 روز کشور را ضبط میکند. این کشور را به 2-3 پایلوچ امانت دادن نمی شود. همه زحمت های ما برای وطن است. محبت شما رو من فهمیدم. محبت شما تنها نظارت کردن بوده است، سرچشمه های درآمد را فرو بردن بوده است. فداکاری در اندیشه شما هم نیست، چنانه که مادرم رو دوست می داشتید، وطن رو هم همین خیلی دوست می دارید. تو چی ها میگویی؟ با این کار مادرت را همراه نکن. چرا همراه نکنم؟ برای پیشرفتی کارتون چنان فکر میکردید که 4-1 را به مادرم نکردید. در چشم شما از خدمتگار یا غلامی فرق نداشت. یک بار، اقلا یک بار هم برایش تبسم نکردید. مادرت بیمار بود، من چیکار هم میکردم؟ این را خوب میدانی. چنان محبت میکنید که شما به من همچون به بیگانه نظر میکنید. شما تنها آبروی اعتباری خودتان را فکر میکنید. مادرم رو به گوشه فراموشی پرتافته بودید. رانا، تو نمیدانی چی ها میگویی. خوب نیست. با عیب شما خودش رو کشت، برای شما خلاص یافتن خودش را آویخت. مادری تو بیمار بود، میفهمی؟ بیمار بود. گناهی دختران شد، تشخیصی نادرست کردند. از فشار و زورآوری شما مثل چوب خشک شده بود. از زندگی دلش مانده مثل ارواح گشته بود. امیدش را از زندگی کند. اکنون شما با دولت هم همین کار را کرده ایستاده اید. پدر، بگویید همین طور. هر چی دیدی فراموش کن رانا. هیچ چیز را فراموش نمی کنم. رفتاری که با من و مادرم کردید و آن مناسبتی که با وطن دارید تا مردنم فراموش نمی کنم. پدر، شما به مقصدتان نمی رسید. تا شما بر اینها را در زندان نبینم آرام نمی شوم. پدر، این را فهمیده گیرید. از دستم هر چی که آید می کنم. رانا، ایست گپ میزنیم. رانا، خدایا چه شد؟ قوای بد نیست، این خیلی نمیشد. این بسنده است؟ می شود. زودتر.
اینک پیشت را نگاه کن. خودت را کشتنی هستی؟ ها کشتن میخواهم. اگر خواهی دورتر است باز یک بار دیگر تکرار کن. تو در اینجا بهوده گشتن بهتر است به بیمارخانه روحی رو. تو کی هستی؟ گپ زن. سلام اسینا. جیهون به سفر برآمد. راهی دوری رفت. گفت که به دادگاه نمی آیم. جوان مرد هستید سردارم. پروا نکنید. اکنون سری کلابه را یافتم. خبری تعجیلی در خصوص جنایت. آخر خودتان فکر کنید. یک دعوای در میان است. آنها میگویند که وطن را حمایت میکنند. من باشم میپرسم که وطن را از آنها کی حمایت میکنند؟ راست میگویید آقای هلدون. وطن های به کردار است نه به رفتار و گپ‌های بیهوده. به عکس ها نگرید. سنت ها محرمانه است. باقی چیکار کرده است الله میداند. حاضر به دلیل های جمع شده تا چه اندازه باور کرده می شود کی کفالت داده می تواند که باعث قصاصگیری نشده است. به فکرم این قضیه یک روز پیشتر انجام می یابد. آدمان با آبرو عذاب زیاد نباید کشند. همه این گناه ها در یک مدت کوتاه بیان کرده شود. بله تماشابینان محترم، در کشور عاید رشوهخور نجیب یلمز آوازه ها بسیار است. فوجیه پدرت است. اوچا این چی میگوید؟ من در مکتب به دیگران چه خیلی نگاه میکنم. شما هم تماشا نکنید. خاموش کنید. پدرتون نگفته بود که سرتون را پیش کسی خم نکنید. شما مکتب روید، کسی به شما چیزی نمیگوید. حالا چیزی نیست. دادگاه معین میکند. همه‌شون فروخته شدند. اوف اوجا اوف. دادم همین وظیفه رو چرا انتخاب کردند؟ ببینید سرمون از فلاکت خلاصی نمییابد. او نه دزد است و نه جنایتکار است. پدرتون شخصی با آبرو. انشاءالله همه‌اش میگذره. دخترم گریه نکن. گریه نکنه، دادم میبراید. خدایا خداوندا. شد گریه نمیکنه. پسرکم خیر باشد. بخیر باشد در این بیوقتی. چیگه باشد؟ انشاءالله. رانو. اپا رانو؟ چی شد دخترم؟ اپا پدرم. چی شد رانو؟ یا اینکه با پدرت یگان واقعه شد؟ پدرم با آنها بودند. آنها کیند؟ با آنهایی که بحکه نجیب دام انداختند. نفهمید. تو چی رو میگویی رانو؟ اپا
چی ها میگویی؟ چی گپ؟ چی میخوای؟ دستشویی باید روم. در این ساعت؟ مایلش گذر. ممکن من هم روم. شکمم درد دارد. کمتر خوری میموری. گذر تیز برگرد. نجیب سردار چی میخوایی؟ چی شد که مرا تعقیب میکنی؟ در اینجا کیم چی است؟ چی گپ است؟ کنیده خوب شده است. بخیر است؟ چی حادثه دوستم؟ در این نیسی شب ما رو دعوت کرده؟ نصیب باشد نجیب سردار و سحر نوشده از محبس میبراریم جورا گوش کن دوستم، این کار شوخی ندارد. ما رو مذاق میکنی؟ جورا جان نگاه کن، در اینجا اسناد ضروری رو یافتیم. همه چیز آماده است، همه چیز در اینجا ثبت شده است. جورا جان آفرین دوست شیردلم، آفرین دوست جسورم. بیا یک آغوش کنم تو رو. آفرین جورا جان، تو شیردل هستی، تماما جسور هستی. آفرین، آفرین به تو. جورا جان با پای هنر خبر دیم چی؟ نه دوستم، فکر میکنم تا سحر صبر کنیم. زکی یحیی هم یک بیند مبادا خطاگی شود، اپای هنر باز دوباره زیغ میشود. راست میگی جورا جان. آفرین باشه ها، دستتون درد رو نبیند. نجیب سردار رو میبراریم. کمی است، گوش کن. وقتی کمی دارم همین را حس میکنم. مرا آهسته آهسته کشته ایستادند. باید مرا گوش کنی. گوش کن، به تو هم درد سری من زیاد. خیلی مهم است. کی بودنت رو و دنبال چی بودنت رو از روزنامه ها خوندم. آنها مرا خیلی استفاده کرده، حاضر برای مردن به اینجا روان کردن. کیا؟ خیلی چقور رفتن، در وقتش همه یک جا بودیم. بعد شما آمدید و یک زندانی شدن گرفتیم. بعد آنها نقشه دیگری ساختن و نفرهای از اینجا آزاد شدن. آنها بیرونی شدند و ما درونی. و مثل من بسیاری ها حبس شدند و امیدی آزاد شدن نداریم. آنها هم را نمیشدی. دوست را باید انتخاب میکنی. از کجا میدانستم که چون اینان در اول از دوستی وطن و ملت سخن گفتن. من هم احمق بر این باور کردم. حاضر نوبتی من در دستم حجت هایی هست که ریشه اشان را میکنم. تو چی حجت داری؟ نزدیک شو. خوب هستی؟ چی شد؟ چی شد که؟ با خود بیا. خوب هستی؟ با تو چی شد؟ بیا کمی هم نوش. در اینجا چی گپ ها؟ نمیبینی این آدم بیماری سخت است. قریب که میمیرد. بهانه میکند. گوش کن، ما کارکنان پلیس را برای تو به اینها شده هر گونه سخنهای ناجا میگویند. کسی به من گپ زند که مسلمان باشد، کی بودن تو به همه معلوم. ریش و خور مرا نصیحت میکند. زود به حجرت رو.
خوب حاضر نقش شدی؟ بیا رفتیم بیا توبه خور پسرم شیرینی خور تو دست می‌داری کو نه اوچا با خدا دلم هیچ چیز نمیکشد رانو آخر یگون چیز خور نه تشکر اپا با جای کارم رفتنم لازم با خدا رفته عریضه میدهم از کار میروم نمیخواهم که لحظه ای از هوایی که آنها نفس میکشند نفس کشم خودت میدونی اما میگویم که کمی دیگر فکر کن در این وقت بیکار گشتن دشوار میدانم اما با آن پول حرامی که یک برده نانم رو خریدم میخورم بهترش گرسنه مانم کیست با در زنیش خانه را به سرمان میریزد نوربانو بین کی باشد اکای میندو هست سلام به اهل خانواده سلام مرحمت کنید ما در اینجا مسخره بازی داریم که تو میخندی ها ممدو شیرواش چه خیلی هستی؟ چی سیرینی هانی داری بگو ممدو بخیر است اینقدر خرسند مینمایی بگو پسرم من خوش خبر آوردم از دادم نه زود نمیگویم چی است اول گوید که برایم چی میدهید ممدو همون کودک بازی رو بی این هم فکرم پریشان است بگو اکای نجیب رو میبراره از سقی اشتیهایم گم شده بود خور قبل خور با خدا من هم گرسنه‌ام گیریم کنی اشتیها شده شد بیارید اپا جون بیارید احوالات بد است؟ نجیب راهی من مایان شد اکنون میروم از برای خدا نفر یاردم کند ای بچه ها یه مانت مردن گیرد شبی در روز نمان که خواب کنیم پاسبان چیگم؟ قرق شاید این را زود و بیمارخانه باید برد مرحمت آقای سوها این ثبت آوازها اینها عکس ها اینها صورت حسابی بانکی همه چیز به مثل روز روشن است سویقاس بوده است همین از دلیل ها چخیل با دست آمد از کی اجازت گرفتید نتیجه های لابراتوری هست حقیقت است و یا ساخته آقای سوها اینها را از خانه اشون یافتیم با این به هدفتان نمی رسید برای چی؟ خیلی خوب میرسیم همه چیز عیان شد آقای سوها یک بار فکر کن معاش گرفته به طرز زندگیت راست میگوید عاقبت این کار برای شما هم خوب نمی شود کارهای شما هم فوش میگردد آگاه میکنم مرا عصبی نکرده شوهرم را از حبس آزاد کن اپا خواهش میکنم خودتون رو به دست گیرید آروم شوید اپا مرا سردید به حالم گذارید مالش آروم باش من تبابت نمیخوام طاقت کن خودت میدونی تبابت نخواهی مسئولیتش به ذمه خودت نمیخواهم نجیب این رو گیر اینها را هم گیر اینها چی هم؟ چرا با من میدی؟ این اسناد است که همه گونه نقشه های تبادلات
و شاهده نفری را میفهماند. نقشه ها و روی خط نام ها همه چیز هست. تا امروز دنبال چی که بودی؟ همه گونه معلومات ها در اینجا هست. برای نجات خودم حفظش میکردم، اما عمر وفا نکرد. نباشد وطن از اژدها نجات میافت. دیگرش را به فرزندم دهید. خاطر از من 17 سال است و تحصیل میکند. التماس او را یافته به او ده. باید اینها را بسنجم. آقای سوها، من خودم سنجیدم. ثبت ها اصلی بوده، آواز جیهون است. برای آزاد شدن نجیب بسنده است و حتی بیشتر از آن. تمامی دلیل های سیاکینی را رد می کند. برای آزاد شدنش بسنده است. آقای گنگار انشالله گفته های درست است. خیال کردم که در چاه افتیدم، اما میبینم که در کان افتادم. این را کجا پنهان کنم؟ алло оғои фаррух, ман ҷавод аз ҳабсхона. барои он занг задам ки гапи муҳим дорам. ҷовид, ҳоло вақт надорам. ба маҷлис медароям. вақте ки баромадам хабар медиҳам. салом. گیر مزش را چشم مخصوص از فرانسه آوردم. چه غذای با مزه میخورید؟ انگور خورو باغش را نپرس، گشت است. گیر از این هم نوش. تو را در این سوپیدن برای آن دعوت کردم که نجیب را در حبسخانه زیارت کنی. خیلی خبر خوش. با فهمان که چرا نقشه های بدام افتیدنش را کشیدیم. خوب درک کند که مقابل کی کار کرده ایستاده است. دانسته ماند که تنابش در دست کیست. این ناک را هم ببر، هدیه کوچکی از من. غذا خوردنش هم زیر نظارت است. خوب شد که به درون ندر آمدم و این نهاری میکرد. کبوتر در حیات همچنین چیزی فش نخورده بودم. بیا نزد نجیب میره. به نزد نجیب؟ ما با او چی کار داریم؟ برادر اوگه من ناک میخواسته است. ناک بریم کنی بینیم چی خیل میخورد. رفتیم. نجیب سردار، به دیدن شما آمدند. خدایا، ممکن بچه ها آمده باشند.
و خیر است جنابان. برای مکان آیندهتان اینجا آمدید. خیلی خوب کردید. خودتان میدونید که با این رفتار عمر باقی ماندهتان را در اینجا میگذرانید. نه برادر جانی، گفتیم که برادر را زیارت کنیم. گفتیم که دست خالی زیارت نکنیم، عیب می شود. این قدر رشوه خورده است، دلش به حضور نشود. فروخ، از همه زیاد تو خودت میدانی که من رشوه خور نیستم. این طرفش درست، اما هیچ نباشد ناک را خور. مرحمت، ناک نوش جان. و شخصی که لذتش را میداند نعمت است، التفات را رد کرده نمی شود. چیلی که میگویند از رزق روی گرداندن چندان کاری خوب نیست. اگر میدونستم من نیز با دست خالی نمی آمدم. به هر دیتون یک تاگی ناک می آوردم، حتی از بهترینش. آخر شما تنها خوش صفتش رو دوست می دارید. آقای فروخ، این آدم را در اینجا هم عقلش ندار آمده است. با عقل می شود، با عقل می شود. چون برادر تو در این جایی، عائله در بیرون پریشان، به سرشان هر دم بلای آمدنش ممکن است. خدا نشان ندهد باز کسی آنها را آزار ندهد. آنها چندان به پشت و پناه نیستند که شما با آنها درفتید. تو با کارهای ما باید بینی نمیخلاندی. خواستیم فهمانیم که با کی مقابلیت نشان داده ایستاده ای. اندازه فهمیدن من روبرو شدن این جنگ تن به تن را میگویند که این کار مردان است. در شما آن هم نیست. تنها از دور فرماندهی میکنید، پاده را به سوی مطلع میدید و از آن هم میترسید که خود را از پس پاده نمودار کنید. نشان دادن خود در این مورد کار مردان است، نه از نامردان. میخواهم برایت گویم که زمان دیگر شد. کشتن تو از کشتن پشه آسان تر است. لیکن این داغ را یک عمر شسته نمیتوانیم. مزه این کلن دیگر است. من نمیفهمم امروز پدرت میبراید، آخر چرا گریه میکنی؟ خودت مردم رو میدونی کو همه هر چیز میگوین، با اونها چی خیل میفهمونم این داغ رو چی خیل شویه. بیعقلی نکن، فراموش میشود. فکر نکن، مهمش اماکی نجیب براید. تو چی کار میکنی؟ گپ نزن بچه رشوه خور. چی؟ چیزی که شنیدی پدرت رشوه خور است. پدرت پول مردم رو میخورد. یک لحظه با من گوش کن. تو کی را رشوه خور میگویی؟ حاضر میکشم، فهمیدی؟ میکشم. با من گوش کن. پیشانه من با مثل شما نیست. افلاسی نمیگیرد، همیان است و هم تازه. میبینیم نجیب، میبینیم. من نزدیک جایها را عوض میکنیم. من در بیرون میشوم و تو در درون و با فروختن رفیقایت سرگردان میشوی. با فکرم شما در اینجا افسانه های زیاد خوانده اید. همه اتان را نیست میکنم. وقتی کم مانده است. باور کنید کم مانده است. آقای فروخ، با فکرم نجیب به بیماری فراموش خاطری گرفتار شده است. بیا برایم. ممکن این واخوری آخری نمان باشد. بیا یک آغوش گیریم. آغوش نه، برای توف کردن میخواهم. آقای فروخ، امروز به شما زنگ زده بودم. بگو چی گفتنی داری؟ شما گونگار گفتنی روزنامه‌نگار را میشناختید؟ همین سحر مرد. خیر چی کار کنم؟ در دوزخ جای بسیار. این آدم پیش از مردن به نجیب روزنامه ها را داد. اسنادی مهمی دارد.
نجیب در همین موضوع گپ زد. کبوتر این مسئله ها به ما دخل ندارد. توبه ما میکردیم آقای فراغ زود به نو انگشت خبر دهید. کبوتر از کی باز من به فرمان تو در آمدم؟ فکر نکن. اوه در آنجا جنجال است. الپرین دوستا میگویم الپرین جل نکن سرده. چیکار میکنی تو؟ آخه دادم رو رشوه‌خور گفت. چی رشوه‌خور گفت؟ راست میگویم پدرتان رشوه‌خور است. خاموش. من تو را پارا میگیرم. تو چی هستی؟ آنها کودکن. بیا الپرین رفتیم. اهمیت نده. شما هم روید. بخیر است سوها؟ حالت خوب نمی نماید؟ خبرها بد است. جیهون ما را فریب کرده است. سمکه پولی که به نجیب برده از جهازی ثبت کننده داشته است و جهاز در دست پلیس است. این عجایبات. احتمال است که نجیب آزاد شود. کوشش کردم اما سودی نکرد. پروا مکن، نقشه دیگری خواهیم کشید. برآمدن این نجیب ما را ناراحت نمی کند. ما آبروش را ریختیم، خواستیم فهمانیم که با کی بازی دارد. همینش بس است. لبای سردار، برایتان یک خبری بد دارم. روزنامه‌نگار با اسم گونگار همین سر مرده است. با نجیب در یک محبس خانه بوده است. از این به ما چی؟ ما روزنامه تبادلات میکافتیم، در دستی او بوده است. پیش از مردنش به ما شپاتی سخت زد. روزنامه را به نجیب داده است. این خوب نشد. روزنامه در دست نجیب است. نمیدونم شنیدی یا نه نجیب را آزاد بکنم. نه خبر ندارم. برآمدنش ناراحتمان میکند. فرخ کار را عاجلا باید دید. نجیب نبرآمدن مسئله او را باید حل کرد. از عهده کار میبرایی؟ امر شما کفایه است. نجیب را به آن دنیا فرستید. روزنامه را گیرید. این روزنامه به جز دست ما به دیگری نرسد. گوش انداز. در درون یگان آدمی باوریناک داریم؟ هست نامش گرسل. خیلی خوب. کاری نجیب را حل کند. او را تیغ زند. کاردش را به من روان کند. آرایش دیوار میکند. 3 4 5 6 7 8 9 10 آفرین. حاضر بالا بوده ها را حساب میکنیم. این رنگ‌ها با این موافقت میکنن. بچه ای فاتح را با شما میسپارم. 5 6 7 8 9 10 تو حساب کردن گیر. مایلش 2 3 4 ملکه با تو گپ دارم. فکر کردم که سخنی آخرانت را گفتی. نه آن آخرین نبود. گوش کن، من بازیچه نیستم. با من بازی نکن. اگر بازی کردن خواهی برایت ماشینچه کلید دور بخر. در کودکی هم چنین ماشینچه داشتم. حالا هم آن را دارم، لیکن کلیدش گم شده است. چرا آمدی؟ تو رو هیچ نمیفهمم. بعضی چیزها را میخواهم برایت بگویم. بگوی نباشد. میدونی که تو رو هیچ نمیفهمم. تو یک معما هستی. باور کن من هم خودم را هیچ نمیفهمم. بیهوده خودت را خسته نکن. تارهای عصب نازکند. تو برای پنهان کردن احساست به هر کار قادر هستی. خودت رو پنهان کرده ای، نمیخوای که کسی به دنیای تو وارد گردد. زیرا عاقبت وارد شونده ها خوب نمی شود. نمیدونم چی گفتن میخوای. تو رو نمیفهمم. یگیت بهترش خودت بین. با من بیا. به کجا میرویم؟ بیا ولی سوال نده. اگر به کجا رفتنمون رو نگویی به هیچ جا نمیروم. به مزار. رفتیم.
همه از اینجا برایید. هوا تازه شود. زودتر. شما چرا نمیبرید؟ از شب با شکمم درد میکند. از منم اکا. گوش کنید. خودی حاضر باید نجیب را تیر زنید. یعنی که کشیم؟ بله. اکا آخر ما 3 روز پس میبرایم. بیعقلانه گم مزن. نجیب را که کشم راضی هستم که 10 سال دیگر زندانی شوم. این سپارش را که اجرا کردم با پولی میگرفتم آن 10 سال هیچ است. یک تیغش میزنیم و میگوییم که خودمان را محافظت کردیم. پشت و پناه داریم. زود باشد زود. تو رفته در را نظارت کن. نجیب را بگم گیره. من از پشتش کار میزنم. اکا 3 روز پس میبرایم. پسر ما بلای نبیاریم. تو از پی کارت شو. این است سبب دوری جستانم، سبب تیرگی که دلم را فرا گرفته است. آرمانهایم، آرزوهایم یک جا با او زیر خاک رفتند. خیلی افسوس. تو رو میفهمم، اما به خودت جبر میکنی. این مردم کجا رفتن؟ هوای تازه میگیرند. من تو را از کجای میشناسم؟ نه اکا از کجا میشناسید؟ با چشمم شناس مینمایی. آدم با آدم مانند است. نجیب سردار مژدگانی دید. خوش خبر میبراید. میبرایم؟ بله میبراید. آقای ادوکات تلفن کرد. حجت ها را دیده ایستاده است. صد شکر. خدایا تو بزرگی. 10 اپریل روز پلیس را روز ماتم نکردی. تیار شوید. پس از اندکی برای شما میآیم. خوب شده است. خوب شده است. بله جبر است. اگر من به حیات آنها وارد نمی شدم، حاضر هر دویشان زنده می بودند. شاید خوشبخت هم می بودند. ممکن حیات دیگر می داشتند. هر دویشان جوان مرگ نمی شدند. بلکه چی؟ همه چیز تمام شد و رفت. همه چیز رو پسی سر کردی. اکنون همین خیل تا آخر عمر ماتم میگیری. یکی به من بگوی. پروا نکن. عمر من آنقدر هم دراز نیست. التماس خیل نگوی. من برای تو شدم و مقابل پدرم بر اومدم. فروخ پلید رو از راهم دور کردم. من از تو این را طلب نکرده بودم.
намегӯям ки талаб кардӣ. Инқадар дар худ пинҳон нашав. Каме ҳам бошад. Ба садои дилат гӯш кун. تو نمیفهمی. در من دل و احساس نمانده است. از همین سنگ مزار فرقی ندارد. وجودم پر از نفرت است، قهر است، درد است. گوش کن التماس، با من گوش کن. یک جا برطرف میکنیم. دویمو در پهلویت میشوم. با مرور زمان همه را فراموش میکنی. یگانه خواهشم به هر دویمون امکانیت بده. تنها یک امکانیت. لبای دوستم. زود باش شورا جون، برای برآوردن سردار میرویم. خب در حبس ها نوا میخوریم. فهم مادر همونجا. یگید به من فرصت لازم است. حاضر باید رویم. بعد گپ میزنیم. رفتیم. چرا تو با کودک جنگ میکنی پسرم؟ اوچه من هم کودکم چی شده؟ یه زبونش هم دراز. یک بار دیگر بینن که جنگ میکنی به خدا که میکشم. اکا جان مرحمت چوی وای بخشش وای چیکار کردم از سوخته ده نه چیزی نیست. چیکار کردم نه همش خوب است. پاسبان با لباس شد؟ حکم چوی ریختیم ببخشید یک بیرون رویم نه آخه لازم نیست. همش خوب است. مرحمت اکا نیست رو هیچ گم نه. خیلی هیچ گم نه اکا وقتی بر اومدن لباستون باید تازه باشد. شد همش خوب. اکا باز از من خفه نشده باشید حجتی آمدن هم نبود. اوچه وقتی که دادم رو دیدم چونان پریده آغوش میگیرم که از جای جومیده نمیتونم. گپش رو بین اخلاش به همین میرسد. فکرش باز فقط جنجال به رو پریدن سب کردی جومیدن است. قربانو. اکنون ما را شناختی ها؟ گرسه. سلام. چی گپ؟ بخیر است؟ بخیر است. حاضر سردارم را جواب میدهند. انشالله میبراید. سلام ملیکا. سلام رنا. بیاید زودتر به درون درونیم. خیلی در هیجانم. گرسه. خدمتی توست که من 1 سال باز در حبس خانم. باز چقدر انتظار شدیم؟ آخر امضا کنی و باز دیگر کارهای رسمی. این نجیب چرا دیر کرد؟ تیزتر میبر اومدن؟ کمی دیگر صبر کنید. حجت ها را درست میکنند. امضاها میگیرند. جواد نجیب سردار در حجره بود؟ نمیدونم. کمی پیشتر به هوای تازه برآمده بود. خدایا خداوندو در این ساعت کجا رفته باشد؟
بیشرف اکا بیا گریزم که میبینند. نجیب رو ندیدید؟ دین آمده بود. نه من ندیدم او رو. خداوندا. دیر شد که خدایا نخواد آزاد شدن سردار همین قدر دشوار باشد. وزیر خدا را خیر. ایستو سر و سیما نشو. وزیر پدرت میبراید. بمانده اکا به این هم مرده استاده است. اکا بیا گریزم میبینن ما را. اکا بیا گریزم میگویم آنها ما را میبینن. اکا رفتم. اکا بیا گریزم آنها ما را میبینن. رفتم اکا رفتم میگویم رفتم. اکا رفتم ما را میبینند. بیا رفتم بیا گریزم رفتم اکا رفتم میگویم. کارها کردید؟ جانش برآمد. شد زود به حجرهاتون روید کسی نبیند. روید. رفتم. چی شد؟ او را یافتی؟ نه آخر در بیرون هم نیست در حجره هم نیست. رفته دستشویی را بینم. نه تو رفته بین. این رو بینید. سردار ای وای دکتر زودتر یاری تاجلی. چی گپ شده باشد؟ این صدای چی باشد؟ شد آرام باشید. درآمد و برآمد را بندید. دیگر کسی را قبول نمیکنیم. باز نفر کار زدن. به فکرم مرده است. سلیمان خودمان یافته است. کی بوده است؟ ای با تو چی برادر؟ یک دقیقه چی بوده است فرودم؟ دیروز پلیس را آورده بودند. همان است به فکرم. نامش نجمی بود. دادا